بابا چیه؟ چرا تمیز میشه؟ بابا پاک میشه بابا، خود چیکار کنم دیگه؟ آقا خیلی مخلصیم. امروز اومدیم با یه چالش خیلی خفن. میخوایم دهن نیما رو سرویس کنیم. نیما رفیقمونه، با امید هماهنگ شدیم. میخوایم دیگه خودتون ببینید دیگه، دهنش سرویس و دهنش سرویس نیما. بریم که داشته باشیم. چیکار کرده دوستی شد؟ یه 15 رسیده عروسش. آره باید من خودم سعی سفره این کار جمعش کنه. آره ما رو دعوت کنه با یادت نره با دعوت آره چیه چی ریده تو سره. پاکش کن بچه کف کرد داداش چرا کف میکنه؟ خب چیز کن آب هم نیست اینجا. این همسایه همون روز ببینم آب نداره، آب معدنی داره. یه دقیقه وایس مقاله آب میارم. بیا اون بنده خدا بطری داشت گرفتم با زره بریزم برات. پاکش کن پاکش کن. داداش چرا کف میکنه؟ نمیدونم ریده از اون بالا ریده. ای بابا قشنگ بکش اون بالا رو. داداش چرا این کف میکنه؟ مگه برنده ندیده؟ بکش پاک میشه حالا سره چه تستو. بابا چیه؟ چرا تمیز میشه؟ بابا پاک میشه بابا، خود چیکار کنم دیگه؟ تو از شانس هم نداری نیما به خدا. ای بابا چی خورده بود این پرنده؟ نه تمیز هم شد پرنده. داداش چیه این؟ چرا تمیز نمیشه؟ بابا بیشی درست میشه. بیا درست میشه بابا. ای بابا دور نیما حالا ما تا میشوریم تمیز میشه. همون نرفته بودی پرنده با خب شامپو ریده برا تو. داداش چرا تمیز نمیشه؟ خب درست میشه. آره بابا. ای بابا چه وضعشه؟ چرا این تمیز نمیشه؟ بابا چیه این؟ بیا امید بیا. ای بابا با امید آهنگ کرده بودم. دیدم مردی که بیشور. بابا چشام داره میسوزه. بیا امید بیا بریز. تو من آب بریزم. بریز آب بریز امید. بابا چشام داره میسوزه به خدا. بیا برو پاک بده تا آب بریزم. بریز برای آب بریز نشه. نریزی امید دیگه شاکشی نریزی. آب بریز. جون مادر نریزی ها. آره بابا نه حواسمون هست بابا. داشتی قطعش کن.